هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای لتوپاری که داغ دلش بسیجی‌ها و پاسدارا رو بد جوری جزقاله کرده. خواهران من ندیدم حضرت آقا روی فدا کسی رو این گونه در آغوش بگیرن، حاج قاسم و سید رو، اونها رو ببوسن و رهاشون نکنن. و امروز قلب حضرت آقا داغ داره. دیدید که فرمودن بعد از وعده صادق ما یه ذره خوشحالی کردیم. حضرت آقا فرمودن که ما داغدار سیدیم، ما داغدار سیدیم. اگه کسی سوالش شد که عظما از چی میترسه، جوابش رو از این نوچه عمامه دارش بشنوه. ما بیش از اون چه که نگران باشیم هواپیماهای دشمن بیاد مثلا یه نقطه‌ای رو بمباران کنه، که نگران این قضیه نیستیم. نگران جنگ روانی در داخل کشوریم، نگرانیم که عوامل و اذنابشون بخوان فضای این کشور رو بکشونن به سمت آشوب و بلوا و مواظب شیطنت‌ها و حرکت‌های دشمن در جامعهمون باشیم. توی این اوضاع و احوال مهره‌های ریز و درشت نظام لرزونک گرفتن و هر کدوم یه جوری دنبال اینن که فلنگ رو ببندن. یکی از دوستان آقای دکتر ویدیوی پارسال شما رو برای من فرستاد. ما اون موقع از جناب عالی پرسیدیم که اگه غزه اعزام کنن شما تشریف میبرید یا نه. شما گفتید چی؟ شما گفتید که میرم. دقیقاً نمیدونم به اصطلاح آره جمله‌ام چی بود. مضمونش همین بود که اگر غزه اعزام بخواد بشه شما هم تشریف میبرید یا نه. امروز هم اگه چنین فضایی فراهم باشه من آماده هستم. منتها خب آدم باید ببینه که اونجا چقدر میتونه مؤثر باشه. یه وقت ممکنه ما بریم اونجا دست و پاگیر باشیم. حالا همه اینا یه طرف، وضعیت شلمشوربای استبل ولایت هم یه طرف. ببینید چطوری تو سر و کله هم میزنن. از جناب آقای رئیس جمهور میخوام که به فکر حقوق بشر باشن، اما نه دیگه این مقدار که برای یک نفر قانون عوض کنن. شما بار دیگر مشروعیت جدیدی تو تاریخ ایران دارید ایجاد میکنید. به نظر من برای رئیس جمهور سبکه. اگه میگیدم تابعیتش قهری بوده خب به شغل دیگری بپردازد. لطفاً انقدر مشروعی سازی نکنید. این یکی هم که از قبل با ظریف خورده حساب داره، اینطوری با زرشکیان و مشاورش تصفیه حساب میکنه. پزشکیان برخلاف نص صریح قانون آقای ظریف رو که فرزندش تابعیت آمریکا داره معاون خودشون کردن. ایشون با تذکراتی که داده شد استعفا داد، ولی با فشارها مجددا برش گردوندن. ما از آقای پزشکیان خواستیم که آقا به قانون تن بدید، اما ایشون لایحه رو برای یک نفر یه قید مهمش رو حذف کرد، ارجاع داد مجددا به مجلس. این هم ظریف و موضع‌گیریش درباره موشک پرانی عظما. من نگینی پورم خبرنگار. یه سوال نظرتون در مورد حمله موشکی ایران رو چرا؟ مشنگستان این هفته رو با حرفای زرشکیان شروع میکنیم که همچنان مشغول تاب خوردن از ریش عظماست. ما میخوایم مملکتمون به جایی برسه که رهبر معظم انقلاب در اون چشمانداز مشخص کردن. متاسفانه به اسم رهبری کارایی داریم میکنیم که ضد اون سیاست‌ها و چشماندازه و بعدم همش به اسم رهبری تموم میکنیم. زرشکیان گفته بود میخواد فیلترینگ رو برداره، اما الان وزیر ارتباطاتش قضیه رو اینطوری ماسمالی میکنه. کلا فیلترینگ رو مردم حالا به شکل ساده بخوام بدونم بالاخره برداشته میشه یا نه؟
این در واقع پاسخی است که به صورت بله و خیر که نمیشه جواب داد. طبیعی است که بایستی بالاخره یک مدیریت قانونمند تو این فضا اتفاق بیفته، اما طبیعتا مردم هم یه سری نیازهایی دارن تو این فضا، مثلا فضای دانشگاهی به یه سری محتوای آموزشی اینا نیاز دارن. این بایستی مدیریت هوشمند اتفاق بیفته. این چیزی است که همه مردم. مسابقه خالیبندی هم توی نظام ولایت یه شرکت کننده جدید پیدا کرده، سفیر سابق عظما تو لبنان. وقتی میرفتم لبنان، من در خدمت آیت الله جنتی توی ماشین نشسته بودیم، رسیدیم به دروازه بیروت، سراحی اوزایی اسمشه، خلده اوزایی. خب جمعیت خیلی زیادی اومده بودن، بسیار زیاد. خب بعد ماشین ما به دلیل مسائل امنیتی ضد گلوله بود، سنگین. یه وقتی احساس کردم که دیگه صدای عرابه ماشین نمیاد، تایر ماشینا، ما داریم روی مثلا هوا میریم. نگاه کردم دیدم درسته، با اطلاع جنتی خطاب کردم که آیا این شما هم همین احساس دارید؟ شما نگاه کردن گفتن بله. ماشینا مردم رو سر دست بلند کرده بودن داشتن میبردن. در آخر یه سری هم به تولیدات منقل بنیان نظام بزنیم، از شیرینی موشکی. الله اکبر. تا کارخونه تولید زباله. در پایان توجه شما رو به تابلوهای متفاوتی جلب می‌کنیم که هر بیننده‌ای رو شگفت زده می‌کنه.